سلام، امروز میخوام بهتون نشون بدم چجور یک ماشین خفن برای بازی کراش ماشینی باز کنید. برای این کار باید اکساید در تمام مرحله ها شکست بدیم. این همون ماشین که میگفتم. برای اینکه بتونی اکساید شکست بدی باید دریفت زدن بلد باشی که تو ویدیو قبلی گفتم. به اینجا که رسیدم دکمه پریدن میزنیم و به راه مخفی میریم. بعدش سعی میکنیم نزدیک به دیوار حرکت کنیم که زودتر مرحله تموم کنیم. و در همین حال به درفت زدن ادامه میدیم. وقتی روی این پدهای سرعت بدیم، سرعتمون زیاد میشه. اگه همینجور پشت سر هم و مداوم به دریفت زدن ادامه بدیم، می توانیم سرعت که از پد گیر آوردیم نگه داریم و با سرعت که از پد گرفته ایم خیلی راحت‌تر اکساید شکست بدیم. به همین راحتی اکساید شکست دادیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتان اومده باشه. ما رو لایک و فالو کنید.